درود بر همه دوستان. میگن یه پادشاهی در اثر پرخوری گرفتار دلدرد شد. طبیب دربار رو طلبیدن. طبیب بعد از معاینه خیلی آروم به وزیر گفت جناب وزیر، تنها راهش اماله است. وزیر پرسید اماله چیه؟ جواب داد یعنی باید به وسیله یه قیفی مواد روان کننده رو از طریق مقعد پادشاه وارد روده بزرگش کنیم. پادشاه این مسئله رو خیلی بد میدونست واسه خودش. یه دفعه صدا زد آی مردک، بیا اینجا ببینم کیو اماله کنم. طبیب ترسید، جواب داد قبله عالم هیچکی، گفتم منو اماله کنم تا شما حالتون خوب بشه. پادشاه دستور داد خیلی خوب، طبیبو بخوابونید امالش کنید. طبیب بدبخت رو تا اماله کردن از بخت بدش پادشاه یه بادی ازش در رفت و حالش خوب شد. این قضیه رو به فال نیک گرفت. از اون به بعد هر وقت پادشاه پرخوری میکرد دستور میداد طبیبو بیارید اینجا اماله کنید تا من حالم خوب بشه. الان هم دقیقاً حکایت ماست. یکی دیگه اختلاس کرده، یکی دیگه دزدیده، یکی دیگه برده، یکی دیگه پرخوری کرده. شما دارید مردم رو اماله میکنی؟ این دلار 60,000 تومانی اصلا یعنی چی؟ دارید چی کار میکنید با این مردم؟ تا تو سواری میدهی پالان همین است، 100 سال پالانگر بیاید این چنین است. افسوس.